یه توضیح مختصری در مورد اینکه چه اتفاقی میفته که اتوهموتراپی یکی از روش‌های ویژه و منحصر به فرد هست برای درمان، پیشگیری، افزایش سیستم ایمنی، احیای اعضای بدن، جوان موندن اعضای بدن. یک نکته رو من فقط باید بگم به طور خلاصه، خیلی خلاصه، چون این اگر بخوام وارد دیتیل و جزئیات بشیم برمیگرده با مراحلی که در سطح ژن توی سلول اتفاق میفته. ولی چیزی که باید بدونیم این هست که دو تا اتفاق مهم توی بدن رخ میده. دو تا اتفاقی که یکیش مربوط به تنظیم سیستم اکسیداسیون و احیا هست و یکی مربوط به تنظیم سیستم ایمنی. اغلب بیماری ها به دلیل عدم تعادل در یکی از این دو سیستم اتفاق میافتند و میتونیم بگیم در نهایت تمام آسیب هایی که به بدن میرسه در اثر رادیکال های آزاد و مواد مضری هست که توی بدن ایجاد میشه و به دلیل آسیب ها و حالا شرایط مختلف. وقتی که آنتی اکسیدان به هر دلیلی توی بدن بیشتر ساخته بشه باعث ترمیم، بهبود، جلوگیری از روند پیری و بسیاری از فواید دیگه میشه. در مورد تنظیم سیستم ایمنی هم باز توی صحبت‌های پراکنده قبلی با هم در این مورد صحبت کردیم که نکته جالب در مورد اوزون که کاملا منحصر به فرد هست تا امروز این هستش که اوزون در اوزون تراپی تنها درمانی هست که هم میتونه در افزایش سیستم ایمنی اثر کنه و هم در کاهش سیستم ایمنی. حالا این سوال پیش میاد که چطور وقتی ما یه سری دوزار رو استفاده میکنیم، دوز اوزون رو، این باعث افزایش سیستم ایمنی میشه. در یک دوزاژ دیگه که کاملا ثابت شده هست باعث تنظیم و کنترل شدن سیستم ایمنی میشه که این برای مواردی هست که بیماری‌های خود ایمنی وجود دارن. در این حال توی همین بیماری‌های خود ایمنی هم آسیب وجود داره، یعنی عدم تعادل بین اکسیدان آنتی اکسیدان وجود داره و در اونها هم ما هر دوی این پدیده رو خواهیم داشت. از طرفی به طور ثابت شده و توی تحقیقات زیادی نشون داده شده که NO یعنی یک مولکولی که باعث گشادی رگ‌ها میشه توسط اوزون تراپی توی بدن افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که عروق باز میشن، گرفتگی ها تا حد زیادی رفع میشه. از طرفی رگزایی اتفاق میفته، سلول های بنیادی فعال میشن. توی مغز استخوان بعد از 5-6 جلسه سلول های جدیدی ایجاد میشن که به دلیل اینکه هیچ آسیبی به اونها وارد نشده به اونها میگیم گلبول های گیفتد یا گلبول هایی که به طور خارق العاده میتونن، گلبول های قرمز ترجیحاً عمدتاً در این مورد گفته میشه، اکسیژن رسانی رو خیلی بیشتر انجام میدن. یعنی اگر یک گلبول گیفتد ما داشته باشیم بعد از اوزون تراپی و یک گلبول ساده، اگر هر دوشون یه مقدار اکسیژن رو حمل کنن، اگر گلبول قرمز ساده قبل از اوزون تراپی بتونه به عنوان مثال 70 از 100 اکسیژن رو آزاد کنه به بافت بده، گلبول قرمز گیفتد ما حدود 95 از 100 میتونه اکسیژنی که داره حمل میکنه با خودش رو در اختیار سلول ها قرار بده. برای همین با توجه به این 3 تا 4 تا مکانیزمی که الان به طور خلاصه من برای شما گفتم متوجه میشیم که چرا اوزون تراپی میتونه در درمان بسیاری از بیماری ها مؤثر باشه.